رانو رو پیش از مرگم ندیدم. سخن خیر بگو. انشالله نمیمیریم. با بیمارخانه میرویم. گپ زدن ممکن نیست. از دوستان تنها شما و یگیت موندید. رانو رو تنها نگذارید. پیش از ما الله است و مثل پیشینه در بینمان جا میگیری. خودت رو خسته مکن. چرا تنجر را نکشتم؟ چرا؟ کمان رسیدیم. چرا این خیلی شده است؟ نمیدونم رانو، به خدا که نمیدونم. حالش چه خیلی باشد؟ احوالش وزنین بودگیست. وزنین میبوده که نجیب میگفتند. خدایا خداوند مدد کن. امیدم به تو. آخر همه این چرا به سری ما میآید؟ دوالمند رس بد حلیمه. دخترم کمی صبر کن. اول رفته بینیم. میدانستم، دلم گواهی میداد. فهمیدم که ناخوشی روی داده است. آروم شو رانو. به طرفی راست مایلش. آیسته تر احتیاط کن. جان زودتر. تیمور و تو چی شد تیمور مرا تنها نگذار تیمور. من نمیرم. این خیلی نگو تیمور. تو زنی با غیرتی. به من هم میتوانی. چی شد سرکمیسر؟ تیمور را پراندند. ناز نشد. زودتر. احوالش بد است. تیمور طاقت کن تیمور. التماس کاش که مرا در این احوال نمیدیدی. التماس خیلی نکن تیمور. تو زنده میمونی. رانو فکر نمی کنم. حسی عجایبی پیدا شده است. مردنش آدم میفهمیده است. خدا یارت مرا ببخش. التجا میکنم خداوندم. خدایا خدایا مدد کن خدایا. آروم شو رانو. تیمور گفت که تو دختری با غیرتی، خودت رو به دست گیر. گفتید که تیمور رو با آسانی میگیریم. گفتید که با او هیچ چیز نمیشود. همین است عملیاتی عادی گفته‌تان. رانو التماس. نمیدانم، در اصل همه کار خوب میرفت. به این هم دایما خوب میرفت. مادامی که خوب بود چرا شوهرم آغشته خوب؟ چرا در میز جراحی؟ چرا؟ رانو آروم شو دخترم. گناهی آنها چیست؟ رانو بیاشین آروم شو. درد مرا کی راز. من میخواهم دانم این کارو کی کرد. به من بگوید کی کرد این کارو. بگوید من میخواهم دانم کی کرد. یگان کس تعقیبمان کرد؟ نه سردار، همش رو گذاشتیم. زود درها را محکم کنید، کسی به هیچ کجا نبراید. حالا هم ما را میکنن. دو پلیسی خر را به قتل رسانیدم. تو خوب احمق بوده ای. بیهوده همه جا را پر از خون کردی. یگان کس را کشتنی که شدی آرام نکن. دیوانوار به هر کجا تکالی نکن. آخر آقای فرخ، به اجازتی من کسی کاری نمی کند. من مرگویم میمیرد، اجازتی هم زندگی میکند. فهمیده؟ آقای کبوتر. لبای سردار. اما پلیس نامش چی بود؟ خیری. تلفن خیری را به من ده. زودتر. تونجر شخصی از اعضای نشه جلابان. نجیب او در حبسخانه نبود؟ نه، تونجر یک چند روز پیش از حبسخانه گریخته است. تیمور را با ماشین سوار میکردم که پراند حرامی پلید. چرا چشمت رو میگریزونی؟
وجدانت عذاب میدهد. شوهرم رو دیده و دانستم از آنها سپاریدی. رانا تو چی میگویی؟ تیمور در حال ادای وظیفه بود، تو خود میدانستی. حلیمه هم در ادای وظیفه بود. رانا، حلیمه را چرا مثال میاری؟ این چه علاقه دارد؟ او شخصانی خواستش رو میکشد و شما تماشا کرده میشینید. رانا خودت را به دست گیر. چرا خاموشی یگید؟ آخر گپ زن یا اینکه وجدانت ناراحت است. رانا گویا که تیمور را من پرانده باشم. تو چرا این خیل گپ ها میزنی؟ این حال همه سخت عصبانی هستیم. این لحظه برای همه حساس خود را باید به دست گیریم وگرنه شیطان از این وضعیت خوب استفاده میکند. لبیکه بله در بیمارخانه خیلی وزنین است. جراحی کرده ایستادند. خوب من به شما زنگ میزنم. چی شده است؟ جراحی دارم. آقای فروخ آمدم. خوش آمده سردار. خوش آمدم و یا نه آمدم میبینیم. مال تیار است. ببینیم. شما مرا مسخره میکنید ها؟ همشیره به خون گروه بی منفی احتیاج داریم. حاضر در بیمارخانه نیست. من زود به دیگرها خبر میرسانم. لازم شود اعلان میدهیم. چی شد همشیره؟ با بیمارخانه بی منفی لازم. خونی خیلی هم کم یافته است. حاضر در دست نداریم. نجیب خونی تو هم از همین گروه هست. من از همین گروه هست. من میدیم. اول خونتان رو سنجیم. با من قدرت خداوند به پایان است. حکمتش را تنها خودش آنا دیدی میدونه. یگو اینجا ترس نیست. کمی دیگر صبر کن. شکر که اکای نجیب همینجا هست. گوش کن سلاحت را پرت. فروخ دکانی خوبه کشاده ای. پر را پیشکی میگیری بعد ککاین گفته آرد میدی. آرد؟ چه خیلی آرد؟ تو چی ها میگویی؟ گیر خودت بین. نجیب ککاین گفته به ما آرد داده است. این چگونه کار است؟ جزایت را میگیری. این مالت رو به یگان نان پابر. چای پولیتون میشود. تو چی ها میگویی؟ کدی روید از اینجا. این قدر آسان نیست. پیش پرداخت چی میشود؟ 500,000. البته چارش را میبینیم. پولی مردم را گرفته و عادت خواب کردن نداریم. آن طرفش رو نمیدانم. کار را یا حل میکنید و یا به 9 انگشته میرسانم. سردار چارش را میبینم گفتم. بچه های ادراگی را از اینجا رفت. اگر باز یا خطایی شود سلاحتان را گیرید. نمی شود. حل میکنیم.
نجی برادر معلوم می شود مسخره داری. نباشد وقتی مسخره بازی رسید. چی شد دکتر؟ چی شد؟ افسوس بیمار رو نجات داده نتوانستیم. چی علاج؟ خدا رحمتش کند. هر چیزی از دستمون اومد کردیم. میبخشید. سلامت باشید. رانو جون. غمگینم رانو و مثل تو من هم غمگینم. وعده داده بودید که رساق و سلامت میارید. از دستمون اومده رو کردیم. از دستتون فقط همین آمد. همین. تیمور مرد. مرد. خدایا تیمور به خاطر من به خاطر من به خاطر من. سرکوی سر خوب هستید؟ خیری منو تنها گذار. التماس میکنم یک بار دیگر رویش رو ببینم. التماس میکنم. جوانم. التماس تیمور آنها به تو چی کار کردن؟ تیمور نامردها شوهرم را کشتید. شوهرم را دیده و دانسته با مرگ نمون کردن. نامردها سردهید نامردها شوهرم را به مرگ نمون کردن. کلمه یگید کجاست؟
ба қадри игид ман ҳам гунаҳкорам. Сардори гурӯҳ манам. ҷанг кунӣ маро ҷанг кун. дод занӣ ба ман дод зан. یکی تونچر رو به سرمون آورد جوابش رو میگوید او چی کار کردن است؟ نجیب همش با عیبی تو شد همش با عیبی تو شد تیمور با عیبی تو کشته شد با عیب من شد؟ رانا تو چی ها میگویی؟ تونچر به تو قصد داشت لیکن تیر به حلیمه رسید اکنون تیمور هم کشته شد. رانا تو آخر چی ها میگویی؟ مگر در مردن حلیمه خودت را گناهکار نمیحسابی؟ چه دروغ است مگر بگوی. مگر حلیمه با عیب تو نمرد. تو قاتل آنهایی یگید. یگید را یافته همه اینها را یک به یک میخورانم. خاموشی است. گناهکار یا زوری میکنی. یگان جا نمیروی. آنها روی راست ما را مسخره کردند. حاضر در همه جا ما را جستجو دارند. پس آنها غالب شدند؟ نه. لیکن چی کاری که میکنیم به گفته من میکنیم. یا گفته من را میکنی یا دفع شده میروی. از آنی که در اینجا مثل کودکا در دست بازیچه گرفته ای رفته قاتل را یافت. رانا از حد زیاد نگذران. این را برای آن دادند که چون کلید مانک استفاده بری. بس کن رانا عیب است. کاردار نشوید. آنها مردهای ما را کشته ایستادند. تو باشی تماشا میکنی. بس از رانا. تو چی خیل پلیس هستی. وطن رو همین خیل محافظت میکنی. بس گفتم. تو فکر میکنی که من خودم رو عیبدار نمیحسابم. از روزی که حلیمه مرد هر روز هر ساعت به خودم میگویم که کاش به جایش من میمردم. لیکن از دستی من چی میآید چی کنم؟ فکر میکنی که مردن تیمور را میخواستم. افسوس که پشیمانی سود ندارد. تونچر حالا هم در آزادی گشته است. ولی تیمور مرد. اکنون نوبت کیست؟ نوبت اکای نجیب یا نوبت تو؟ رانا بس شد. با این عصبانیت کاری حل نمیشود. التماس داد فیقان را خاتمه بخش. سردارم مان تهران کشد دلش را خالی کند. حاضر وقتی بحث نیست. وقتی دستگیری یکدیگر است. بیایید یک جای رویم. شما با ماشین شینید من چیزها را گرفته میارم. دخترم بس کن گریه رو. دیگر از دستمون کاری نمی آید. وقت که رسید
هممون از این دنیا میرویم. کپایی هنر رو آخرون بود دیدن نتوانستم. رانو اما که سوها کجاست؟ چرا نآمدند؟ دیشب به خارج رفتند. 1-2 ساعت پیش زنگ زدم. گفتند که کوشش میکنند که برگردن. زنگ میزنم. لبای پدر بایلش خواطر نشوید. اکای نجیب و اپای هنر همین جویم. بایلش خوب آمده نمیتوانند. ای خدا چرا این طور شد؟ ناآمدی کار. نجیب چی خیل شد؟ تیمور رو چی خیل پروندن؟ تیمور نزدیک بود. آن وقت من بیهوش بودم. نفر من رو در پشت سرم زد. افتیدم. به خود آمدم پس تیمور آغشته خون دیدم. عجابت کار همین در آنجا بودن من را کسی نمیدانست. کی آمده از عقیبم زد نفهمیدم. یگید زیق نشو. تو یگون عیبی نداری. رانو از علمش همین طور میگوید. درد حقیقت را پدید می آورد و بعد آن حقیقت دیگران را به درد می آورد. لبای؟ در رو زدم نگشودید. چراغ ها هم خاموشند. من تو را تماما فراموش کردم. ببخش. من حاضر می آیم. من همینجا انتظار می شوم. حضور دادات هم می آید. سردارم من باید بروم. دایه فاتح را در انتظار کردم. مایلش تا پگاه. هم از مال محروم ماندیم و هم 500,000 دلارمان به باد رفت. بغیر از این چند آدممان مرد و چند نفرمان دستگیر شد. والله کیست مسئول این کار؟ شاید به تو باور کرده خطا کردم. در نقشه همون کمی خطا رخ داد. تنها همین. پلیس های سری را خلال رساندن. لیکن این اشتباه 1 میلیون دلار ضرر آورد. پلیس خودش کیست؟ قانون کشور ما هستیم. به قانونی هم پلیس هم ماییم، راهزن هم ماییم. راست میگویی سردارم. خواهیم کشور را تقسیم میکنیم، خواهیم میفروشیم. حجت ها در دست ما کی کاردار میشود؟ آخر سردارم این پلیس ها فرق میکنن. محابات نکن. خیلی دیگرن. آنها 3-4 پایلوچی معاش خورند. همه ارزش خود را دارد. کسی که قیمت خود را نداند خطش میزنیم. انا داداد آمد. ببخش خیلی انتظار کردم. هیچ گپ نی. فاتح من چه خیل است؟ شیر بچه من. دیر نشده من روم. اگر خواهی من برم. نه زحمت نکشید، به اتوبوس می روم. شبتون خوب. تشکر. شب بخیر. بیا شیر بچه من بیا جانی دادا.
پسر جانم. بیا شیر بچم، بیا جانی دادا، بیا. آرام شو بچه جانم. فردا تو هم کلان می شوی. آینده این کشور چی می شود خدا می داند. به شرفان می خواهند مملکت را غارت کنند. می دریست حلیمه، تیمور در پیش چشمانمان رفتند. من هم مثل آنها با سرم یک تیر زده به خواب ابدی روم. خدایا از چنین زندگی بیزار شدم. تنها کافرها ناامیدند. تو؟ نجیب را پیش همی شناختم. شخصی است که در کارش جدی است. خریده نمی شود. یک گید هم بسیار عجیب است. او یک دیوانه است. چه همین دو سه پلیس شما را ترسان؟ من وزیران را، دیپوتاتان را، روزنامه‌نگارها را در گردنشان حلقه آویختم. تو باشی از پلیس سخن میگویی. دیگر گپ نیافتی. زود رفته کار را حل کن. همه نرخ دارد، همه ضعف دارد. سردارم افسوس، این شخصان یگان پهلوی ضعیفی ندارند. زن، پول، خانه، استراحتگاه. اینها یک نسل عجیبند. 3 تنگه معاش میگیرند اما با این کار سرخم نمیکنند. از قاعده دویمی طلایی را به کار بر. پلیسی که رشوه نمیگیرد باید مراد. فهمیدم سردار. لیکن همین یگیتی گفتگیتان خیلی تون میجاز است. همینش رو دانستم که سر هیجان است. رگ اساسیش رو باید دانید. خوب میشد که اگر با ما کار کند. خیلی دشوار است سردار. خصلت وطن دوستداری و صداقت دارد. آن طرفش رو به من گذار. شما قابلیت کار کردن را گم کرده اید. دادن پول را که دانی همش خوب می شود. ما بسیار وطن دوستان را دیدیم. جورا جان، تو؟ میمدو دوستم، باز با مثل خیزر به دادت رسیدم. برادر جان، بیا گذرشین. کجا شدی برادر جان؟ تماما ناپدید شدی؟ تیمور شهید شد، خبر داری؟ بله، حلیمه را هم میدونم. خدا مغفرتش کند برادر. تماما حیرانم. کسی که به من دست دهد و همدم شود به بلای گرفتار می شود. این چی تاله شب نمیدانم. جورا، موجت روی باز کردی چی؟ میبینم که از شبکه دویم حرف میزنی. ممدو از بسیار چیزها بیخبری. میگویم که سری خاکم را گرفته برایم و با یک تیر کارم را تمام کنم. اما این کودک پیش راهم را میگیرد. هر شب حلیمه به خوابم میدارد. باز تیمور ایلابه شد. من در برت میشوم دوستم، نترس. اول خداوند بعد من. از عهده همه کار میبرویم. آقای فروخ چه خیل گذشت؟ یک دنیا گپ شنیدم. میدانی چی؟ اگر کاری نادرستت را بینم سرت را میگیرم. خاطر نشو آقای فروخ. تلافی خطاگیم را میپردازم. باور کنید حیران میشوید. من چی میگویم و این چی میگوید؟
دفعه وضعیت دیگر است. این جنگ دیگر جنگ است. اینها 3-4 کودک نیستند و مثل دولت در دولتند. نامرد و بیشرفند. ممدو سخنی گفته اتروبین. گروهی تیار کرده اونها از گروه ما پرقوت‌تر است مگر؟ آخر ما آنها را با چه عذاب‌های دستگیر میکنیم؟ آنها به حضور از محبس میبرایند. مسخره آنها چیزی نیست دوستم. همه‌شان متحد شوند هم نامردند. ما مردیم، جسوریم. در کجا دیدی که شهران ایستاده باشند و شغالان رئیسی کنند؟ خوب گفته دوستم، شغال هیچگاه شیر نمی شود. و جنگل قانونی سیرک را جاری کردند. شیر را در قفس کردند و به او درس شغاله می دهند. در نزدش عکس گرفته به او پیسته و چارمغز می دهند. وضعیت چون این صورت گیرد دور شغال و سکا می شود. جورا جان این سخنوبتو نمی زیبد. ممدوح به یگان چیز اعتمادم نمانده است. نه به پاریس و نه به قانون. بیا بچه جانم بیا. یا بار خدایا بخشیدم ثواب و ثمره آیت قرآن عظیم الشأن را بر روح پرفتوح فخر کائنات سروری هر دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و گذشتگان اهل این مکان این دعا را یا ربی آمین. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. خدا جای همه‌تان را جنت گرداند. رانا خانم در این روز ماتم چی گفتنی دارید؟ چی گویم؟ اگر قاتلان شوهرم خاطر جمع شده باشند خطا میکنند. همه‌شون در نزد قانون جواب میدهند. همه‌شون. پیش روحی پاک از شرمنده و خجالتم ببخش. قاتلت را دستگیر کردیم اما از دستمان گریخت. برای کشتنش اجازت ندادند. تیمور هم شهید شد. باز کاری کردن نتوانستیم. مرا ببخش حلیمه. اوچه اپای حلیمه در همین جا خوب است. بچم تو هم به روحی آنها فاتحه خون. آمین. آنها بی‌پروایانه خاطر جمعانه سیر و گشت کرده گشتند و تو باشی یک نزدیکانت را به خاک میسپاری. رانا تو چه ها میگویی دخترم؟ اقلا در نزد قبر حلیمه نگوی. مگر دروغ است اپا؟ نگاه کنین مثل کودک میگرید.
حداقل از الپرل شرم دارد. دولت با آنها بیهوده سلاح نداده است. ما جانمان را به آنها امانت میسپاریم. اگر کار کرده نتواند سلاحش را سپارد. رانو بس کن. یگید خیز را. خیز رفتیم با ما. رانو بس است. یگید رو بسیار اذیت دادی. اما به خانه رفتیم. اثری بزرگ شده است. شوخی به شوخی بسیار آدمان را به آن دنیا فرستادم. حداقل بعدی مرگم اثری میگذارم. در مکتب ها ناموزندم. باکی نه. خیری تو اپر و رانو رو برده رسون. شما روید. من کمی پیاده میگردم. جورا جان با تو کار دارم. تو با کجا؟ خوب تو رو در شعبه با میخوریم. مالش. بچه ها چخیلی که شما خبر دارید ممدو در استخبارات ادای وظیفه میکرد. از این پس کار را با ما دوام میدهد. حاضر رو درباره فرخ کبوتر به ما معلومات میدهد. مرحمت ممدو. تشکر سردارم. برادران اولا میخواهم که دانید این آدم ها گروهی خرد نیستند. از نشجلابی تا سلاح، از قمار تا آدم فروشی در همه جا آدم های خود را دارند و مثل گروه تروریستان برای رسیدن به هدف خیش به همه کار دست میزنند. دستانشون دراز است. بله سردارم. کارشون تنها با این محدود نیست. گروه های خرد جنایی هم از آن هاست. دزدی، تنفروشی، مرکز های دلخوشی. خلاصه آنجایی که پول هست آنها هم هستند. میلیاردها دلار را جمع کرده در کارهای افلاس سرپرستی میکنند. ایستا بگویم! ایستا!
حاضر مغزی سرت رو با چهار طرف پشتی هم ها؟ کپتان چرا دوستی میکنی؟ اگه التماس شدم کپتان چی در داری؟ چرا دوستی میکنی؟ ای شرم نمیکنی که نزد رو خراب میکنی ها؟ بقایی چی؟ شرم نمیداری؟ بس کن آشا برو با ماده احمق حاضر کشمت ایست نجوم سلاحت را پرتاب دستانت را بردار به شما هم چیکار میکنید؟ کپتانت با اون طرفش کارت نباشد به حاکم میدیم جزایش را میدهد بله به حاکم به سود میدهید به شما گویم که بعد چی میشود به سود میدهید سود هم میگوید که خیر جوانی کرده است این کارها میشود او را جواب میدهند بعد یک هفته در گوشه راه پیرزنی را در شکمش کارد مییابیم برای چی کپتان برای 3 تنگه آدم میکشد برای 3 تنگه همشهری مشکلی ایجاد نکن مشکلی را با شما من ایجاد کردم اگر من نمی بودم این دوست کیهان گریخته بود کی میداند برای کدام گروه کار میکند امروز دزدی پگاه جنایت پس فردا باز ترکیش ها باز چیکارهایی میکند خدا میداند خدا دیوانه شده ای روز پیشم سرم را در بلان نما دیوانه هم کردم پران مرا همه شاهید است ندرس پران مرا سرده با من هم کاری خوب میکنی التماس پران میگویم همشهری از برای خدا براحت رو التماس یک تیر زن التماس مرا گران کردی کی هستی تو مرحمت بخون ببین چی نوشته شده است ببین سرکمیسر یگید گلدوزاد سرکمیسر ببخشید لیکن شما خوب هستید از این خوبتر مگر می شود پیش درا رفتیم پس این بالا رو چگونه رفت میکنیم؟ سردار گروهی مخصوص آماده میکنیم و مثل زید سوختار یعنی آتش را با آتش خاموش میکنیم ممدو تو هم از دایره قانون بیرون نبرو ما آدمان قانونیم و مثل گروه های غیر قانونی گروه بازی نمیکنیم میفهمم سردارم لیکن باید اصول های تازه استفاده بریم تا موفق شویم گفتم که نمیشود ما پلیسیم از قانون بیرون نمیبرویم اگر از قانون بیرون برویم با مثل گروه های متشکل به دولت تنها ضرر میرسانیم و خلاص مرا ببخشید سردارم به شما گپی دارم بیگانه نیستی تا هم همراه شو اینطور باشد من هم اشتراک میکنم این همه رو چکه فهمیم؟ سلاحم و حجتم دیگر لازم نیست به این هم فایده ای نمیبخشد استعفا میدهی مگر؟ نه کاری دیگری را سر میکنم چی؟ کاری دیگر سر کردنی هستی؟ میخوای یک تازی کنی؟ تنها میخوای عدالت جاری کنی من فکرم باز لباس مخصوص هم میخوایی یعنی با لقاب مخصوص میگردی ها؟ سردارم چه ها میگویید؟ سرگرم نزن سلاحت رو گیر جنایتکاران را دستگیر میکنیم و با یک زنگ تلفن جوابشان میدیم حتی از حبسخانه هم به مشکلی فرار میکنند بس است جوره کار رو نو سر میکنیم شما بازی کردن گیرید من دیگر در این بازی شریک نیستم چه بازی بوده است؟ با قاعده های خودم قاعده های بازی دیگر می شود از این پس مثل آنها بازی می کنم یگید بچه ها در این طرف مجلسگاه شوبه جایگیر شده است این کس سرکمیسر یگید اینها کیه؟ سرکمیسر اینها طالب علمان اکادمی پلیسند تجربه آموزی آمدند حالا که دیر نشده است به خانه برگردید پلیس شده چیکار میکنید ها؟ دولت رو حس میکنید بهترش نشه جلابی کنید دخترها را فروشید اغواگری کنید غصب کنید هم صاحب پول و هم صاحب اعتبار میگردید خوش آمدید بچه ها یگید صبر کن و تو میگویم یگید صبر کن جوره ایست از برای خدا اکی گفتم یگید صبر کن یگید لابای سردارم لابای چی میگویید؟ خوش چیکار میکنی؟ خدا تنها رفته همه آنها را به قتل میرسانی لازم شود ها میکشم
چی فکر میکنی با تو ستاره میدم؟ پس تو از اون حیوان‌ها چی فرق داری؟ وقتی به قانونی میکنی راحت میکنم. این وظیفه رو برای تامین نسلمون ندادن، برای فدا شدنمون دادن. من هم خودم رو فدا میکنم. شما در اینجا با کتاب‌های قانون پرونده ها نویسید و در اتاق‌ها نشستن گیرید. راست میگوید، از روی کتاب میگوید. من هم فکرم میخواهم مثل سرکمیسر یگید باشم. من تو رو میفهمم. درد داری. من هم مثل تو میسوزم. فوری حرکت کرده میخوایی. شیطان همه وقت شتاب دارد. گیر سلاح گیر. نزد شما آمد. در تابوتم میگذارید. باز فراموش کرد چی؟ آقای گیر کشایید. دایم همین خیل جانکم. پدرت کجا شد؟ پدرش در همین جاست. بیا با آغوشی دادت درو. تو کی هستی؟ دیوانه؟ دایی میخواستم کودکی داشته باشم. قسمت نبوده است. سرده! درشا حاضر با پدرش زنگ میزنم. این کودک باز دیوانه شد. مثل بقایی که سرخی را دیده است و کجا زدنش را نمیداند. آخر یگید را میدونید. فعلش چونین است. از دوره دانشجویی همین خیلی بود. باز یگان دیوانگی نکند. من او را پنج هم بری میدانم. یگان دیوانگی میکند. سردارم او را با من گذارید. علاج یافته آرامش میکنم. میلش رفته یاب. همه کارو بکن. احتیاط باش. چشمت را آزو مکن. در میانمون مش بچه هست. با دقت باش. سردارم چه ها میگوید؟ بعد گپ میزنیم. حاضر رو. یگید را یاب. اطاعت سردارم. دمت رو گیر. حرومی. کودک را ده میگویم. درکشا کودک را ده. و پدرش گوی که از زندان سلام گفتند. خودش میفهمد. با اجازتی شما. درکشا شده را. درکشا میگویم. ده کودک را. کجا میبری کودک را ده. من چی کار میکنم؟ با پدرش چی میگویم؟ سرکمیسر مرد از این کار کیها پیاده. باز دروغ میگویی. این را به کسی گویی که تو را نشناسد. من وقتی بیهودگویی ندارم. به من سلاح لازم. من از کجا سلاح دارم؟ برادر سفسطگویی را بس کن و سلاح را زودتر برار. برای دستگیر کنی نآمدم. حجت هم ندارم. من دیگر پلیس هم نیستم. زودتر یا بس کجایی که نباشد. مبادا مرا دستگیر کنی؟ نترس هیچ گپ نمی شود. زودتر. اینها در یگانجا ثبت نشدند؟ نه. تیر هم ده. 2 قوطی 50 تیره بس است.
M65 هم در کار می شود. در روی درم سلاح شکاری نوشته شده است. توبه خدایا. در روی درت سلاح شکاری نه یا انبار سلاح نویسی بهتر است. تیرهای مخصوص داری؟ خوب میشد اگر برای خوک وحشی باشند. حالا در ما خوک خیلی زیاد شده است. بگیر این پولها را. من تو را ندیدم و تو هم مرا ندیدی. فهمم؟ من این کار را 40 سال است میکنم و تا حال کسی را ندیدم. خیلی خوب. سلامت باش. با پدرش چی میگویم؟ ای پایین سبیل مانا تلفن کار نمیکند. ای خدا جان مرا پدرش میکشد. ای خدایا. با شما چی شد؟ مرد بچه ایگید را گرفته برد. فاتح را؟ تو از کجا میشناسی؟ من همکار ایگیدم. توبه. چی گرفت؟ مرد رو دیدی؟ رفتیم با من. زود به شعبه میرویم. اینش باز چی؟ کالا یگید. کالا یگید؟ تو دیوانه شده ایتون چر؟ با من مسخره بازی داری؟ آقای فرخ این کودکی یگید اکنونگی در دستی ما. برای کودکی آمد کالش را من میگیرم. مرا گوش کن دیوانه. باز هم حبس خانه رفتن میخواهی؟ حاضر تو را کشت همینجا گور میکنم. آخر آقای فرخ چی آخر؟ رفته کودک را در یگان جا مانو تلفن کن گیرن. با ایگید حساب و کتاب نداره مگر؟ آن را تو نه من قرار میدیم. سرداران نقشه عجیبی برایشان دارند. تو میفهمی؟ حاضر گم شو. بیا رفتیم. سرداران نسبتش نقشه دارند. آنها نقشه داشته باشند من هم دارم. فرصت تا پیشی پایم آمده است. فرصت را با پا زدن احمقی است. نشد گریخته میروم از اینجا. یگید را نمیمانم زندگی کند. همین کس دزدیده است؟ خودی خودش گفت که به ایگید بگو که از زندان سلام. خودش میفهمد. معلوم که قاتل حلیبا و تیمور است. خدا کند که پیش از ایگید او را یابیم. این خوب نشد. یگید خودش مثل بمب شده است. اگر این را شنود تونجر را میکشد. چیکار کنیم سردار؟ یا یگید را و یا تونجر را پیش از یگید باید یابیم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا сардорам, телефонаш тамоман хомӯш аст. инаш намерасид. он қадар даводаве ки аз ақиби йигит мекунам, аз ақиби гунаҳгорон медавидам, айни ҳол Истанбул шаҳри бехатарини дунё мешуд. сардорам, бояд ҳар чӣ зудтар равем. ба куҷо мерафта бошад? намедонам, лекин бояд ӯро зудтар ёбем. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره خوش آمدی یگیت. مرحمت دارو. نه نمیدارویم اپا. با رانو 2 دقیقه گپ دارم. دارو گپ زن آخیر. التماس اپا او رو اینجا دعوت کنید. یگیت تو رو دیدن میخواهد. در اومدن گیرد؟ گفتم نه آمد. إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا چی میخواهی؟ 1 دقیقه. کم و مختصر میگویم. من به جستجوی قاتل حلیمه و تیمور میروم. ممکن دیگر نمیبینیم. مرا ببخش. اکنون قهرمانی رو سر کردن میخواهی؟ این دفعه عزم من دیگر است. قاتل را رفته یوب یا قهرمانی فقط در سخن است؟ اپا اونها درباره چی صحبت میکنن؟ نمیدونم. یگیتی بیچاره رو نرنجاند. الو؟ یگید را نمیابم. به خانه آمده باشد. در همین جاست. با رعنا صحبت دارد. چی شد نجیب؟ چخیلی که نباشد کمی معناش کنید. ما در راهیم. زود میرسیم. مایلش فهمیدم. نجیب گفت که یگید را نگاه داریم. به زیر زمین در آید هم میابم. خونده های حلیمه و تیمور را حتما میگیرم. خیر تا بازدید. یگید بچم به کجا میروی؟ بیا کمی شین. کار دارم باید روم. یگید می در آمدی؟ بعد می آیم. خیر تا دیدن. ای خدایا توبه. توبه این بچه به کجا می رود؟ تو هم او را بسیار می رنجانی رنا. من با او هیچ چیز نگفتم. خودش به خودش سفسطه گفته ایستاده است. او دیوانه است. با او هیچ چیز نگوید آخر. الو خوش کار کردید؟ یکی دالم در اونجا؟ نه حاضرکک برآمد. چرا کمی معناش نکردید؟ چند مرتبه گفتیم که ایست گوش نکرد. چیکار کنیم نجیب؟ یگید برآمد است؟ بله. مرحبا.
خدایا دعای باید فاتح رو می آورد. فراموش کردم. ای خدا باز چرا دست نارس است. کجا اینقدر سراسیمه ای؟ حاضر می رویم. سردارم انا اونجاست. خاموشی است. خدایا توبه. سردارم شما در اینجا چیکار دارید؟ ها؟ و تو خبری بده داره میگید. یک لحظه صبر کنید. سردارم چی خبری بدی هست؟ باز یکون شما خبری دیگری هم مونده است؟ تونجر چی؟ فاتح را دزدیده است. سردارم شما چی ها میگویید؟ شما چی گفتنتان رو میدونید؟ سردارم شما میدونید که چی ها میگویید؟ از کجا میدانم که پلیس هستید؟ یک لحظه طاقت کنید. ما پلیس در پیشانیت نوشته شده است. مرحمت. سردارم قسم میخورم که این دفعه او را میکشم. گوش کن. یک لحظه گوش کن. گیر این تپانچه و حجتت. یک جای هم یا بمورم. فقط خود سرانه کار نکن. ما یک دسته ایم. تونجری حیوان، تونجری پلید، تونجر اگر تو را من به قتل نرسانم نامم یکی نیست. یک دقیقه صبر کنید آخیر. ما بگیر. حجتت را گیر گفتم. در کجاست؟ ولی حاضر خبری ندارم. لیکن زنگ میزنم. یک جای ایم؟ بله یک جای ایم. بس کن از گیره تو سرم ورم کرد. حاضر در اخلاق میپرتایم. خاموش شو. بهترش کار را یک بار حل کرد. پدر و پسر را در یک جا گور میکنم. میم دو آنها را آرام کن. ماشین ها را به یک طرف گذارم. ممکن تونجر باشد. لبی؟ بچه‌ات مثل تو بوده است. گریه زار دارد. پیش پدر برگشتنش را حس میکند. از خرسندی گریه دارد. حرامی بودنت را میدانستم ولی از این زیادش را تخمین نمیکردم. این را بعدتر گپ میزنیم. امشب در نزد سمندر میبینیم. لیکن عملی بیجا نکن. این مراتب تنها میایی. خواطر نشو. تنها روبرو میشویم. میبینیم کجا میگریزی. نصف شب ساعتی 12. نامرد. سردارم مرا تنها بیا گفت. نمیشود. ما هم میرویم. تنها رفتنات بیعقلی است. یک جای این فهمیدی؟ مرا میشنوی؟ رفتیم. حلیمه تو را از دست دادم اما بچه‌ام را هرگز. اگر او را هم از دست دهم دیگر معنای زندگی برایم وجود ندارد. قسم به نام خدا که او را از دست تونجر خلاص میکنم. قسم به نام خدا.
آقای آدم در حقیقت تنها رفته ایستاده است. خب کار را آسان تمام میکنیم. اگر آقای فاروق به اجازت کار کردنمون رو فهمد خاک هر دویمون رو میبزد. یگید رو یک طرف کنیم کار آسان میشود. فهمیدم. یگید در راه است، کمتر پس همینجا میشود. فراموش نکنید او را بغیر من دیگری نکشد. زخمدار کردن زدن اجازت است. اینجا گذار. هر دوی شما اون طرف. شد فهمیدیم. تو باشی با اون طرف. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. خیلی خوب فهمیدم. این سخنان آخرینت. وقتت را استفاده بر. در حقیقت تنها آمدنت را باور نمی‌کردم. اینقدر احمق بودنت را نمی‌دانستم. تنجر فراموش نکن که خدا هم تنها است.
پلیس رو آمدن گرفتن در کار. شغال ها شما هیچ وقت با عقل نمیشوید. ایست! تو چی کار کردی و به سلاح بود؟ سلاحش را میگرفت. جورا جان تو چی کار کردی؟ تونجر میگریزد. سردارم! بمدو با من بیا. تونجر کودک رو به من ده. با من گپ زن. این کار آنقدر آسان نیست. آواز از این طرف. حالا هم از پسی منی مرا میشنوی؟ بچه‌ت اینجا را بگیران. از ترسش همه جا را تر کرد. تونجر بیا مرد برین رو برای گپ زنیم. خاموش باش.
سند تونجر کودک را گذار. این هم از گریهش سرم ورم کرد. سلاحم را هم پرتایم. از کودک دور شو. با خون افلاست او را آلوده مکن. مرد بر این گفتی. مرحمت وقتی میدان است. میبخشه. قطار بر وقت رفت. آخر به سلاحم. اگر بگناه را پروندی وظیفه از دست می رود. اگر خبر نداری من از کار رفتم. من پلیس نیستم. پس کی هستی؟ جلاد. آواز از اینجا اومد. دال مرا زدی. شخصی به سلاح را پروندی. بله تو سلاح نداری ولی آدم نیستی تونجر. پروا نکن. مسئله سلاح را من حل میکنم. آرام شو باشه جانم. تو ذره هم نترسیدی. چی شد اینجا؟ سردارم تونجر به لعنت حق پیوست. فهمون با مو یا این چی؟ گوش کن سلاح داشت میپروند. من خود را مدافع کردم. تو خود مطمئنی که خود محافظت کردی؟ سردارم یگان دلیل دیگری دارد مگر؟ بچه هم اومدن. سردارم فوته گرسنه است. بیاید زودتر از اینجا رویم. این حرامی را خودی مسئولان میبرند. یکی حرامی از خوکی وحشی هم جان سختر بوده است. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم